سلام دوستان، من سعید خوشخو هستم و با یه قسمت دیگه در خدمت شما. موضوع این قسمت چشم هست و من در این قسمت آناتومی چشم رو از زاویه روبرو و نیمرخ براتون توضیح میدم و به صورت گام به گام براتون توضیح میدم که شما یه چشم رو چجوری بکشید و در آخر هم یه سری طراحی دستی براتون انجام میدم تا کاملی مسئله براتون جا بیفته. توی طراحی پورتره چشم نقش مهمی داره توی انتقال احساسات و ارتباط با مخاطب و بیننده اثر. و همینطور توجه کنید که انسان‌ها چشم‌های بسیار متفاوتی دارن، ولی خب طراحی از همه این چشم‌ها با یه اصول کلی امکان پذیر هست و شما اگر که این اصول پایه رو یاد بگیرید میتونید هر نوع چشمی رو طراحی کنید. به عنوان مطالعه چشم اول ما بهتره بیان ببینیم که موقعیت کره چشم در حفره چشمی چی هست. کره چشم توسط جمجمه و لایه‌های محافظتی مختلفی نگهداری میشه. لایه دیگه که روی چشم میاد یه مایچه دوار یا حلقوی هست که توی تصویر میبینید و بعدش هم که پوست صورت هست که مژه ها و ابرو روش قرار میگیرن و به صورت کلی این چیزی هست که ما از چشم و اطراف چشم توی صورت میبینیم. و اون چیزی که از خود کره چشم ما میبینیم قرنیه، عنبیه، مردمک و لایه ملتحمه هست. لایه سفید رنگ و محکمی که روی کره چشم کشیده شده. حرکت کره چشم به وسیله یه سری مایچه انجام میشه که مایچه‌ای که میبینید چشم رو به بالا پایین و چپ و راست هدایت میکنن و دو تا مایچه دیگه هم هست که با مایچه‌های قبلی حرکت چشم رو به اطراف ممکن میکنن. و جالبه بدونید که این مایچه‌ها سریع‌ترین مایچه‌های بدن هستن و پلک‌ها هم که به این صورت میان و روی چشم قرار میگیرن و آخر لایه محافظتی هن. در آناتومی چشم یه قسمت وجود داره که هم برای من و هم برای دانشمندان کاملا مبهمه و اون هست که یه تعدادی هستن که چشاشون سگ داره و معلوم نیست که این سگو کجای چششون نگهداری میکنه. در آخر این نکته رو هم یادآوری کنم که چشم اجزا خیلی پیچیده و زیادی داره و به نظر من در همین حد آناتومی چشم یاد گرفتن براتون کافیه. شما اگر بیاید و به یه نفر که اصلا طراحی بلد نیست بگید یه چشم بکش، معمولا این شکلی میکشه. و من میخوام گام به گام بگم که چطور میشه این طرح رو به یه چشم طبیعی تغییر داد. اولین گوشه پلک بالا سمت چپ رو میبریم بالا و گوشه سمت راست پلک پایین رو میاریم پایین و این گوشه چشم مایچه اشکی رو اضافه میکنیم و مقدار کم این گوشه پلک پایین رو میدیم بالا. و شما اگر این زاویه ها رو و این خط فرضی رو توی چشم رو رعایت کنید و توی طراحیتون بگنجونید تا حدود خیلی زیادی میتونید به طراحی رئال یک چشم دست پیدا کنید. نکته بعدی این است که باید برای پلک های ضخامت رو در نظر بگیرید و توجه داشته باشید که همیشه نور و سایه ها روی این ضخامت پلک تاثیر میذارن و بعد چروک پلک بالا و چروک پلک پایین رو میذارید که در اثر باز شدن چشم اینا روی هم جمع میشن. و من اگر بخوام پلک بالا و پایین رو به صورت هندسی براتون ترسیم کنم به این شکل میشه و این شکل ها دقیقاً از کره چشم تبعیت میکنن و بر اساس این حجم ها اگر ما یه نوری از سمت بالا راست بتابونیم حجم کلی چشم به این شکل در میاد. مرحله بعدی قرار دادن فرو رفتگی ها و برجستگی های دور چشم هست که من اینجا شکل هندسیش رو بهتون نشون میدم. در یه قسمت فرو رفتگی هست و میاد بالا و به استخون پیشونی میرسه که میشه گفت اینجا برآمدگی سینوس ها قرار داره و همینطور این قسمتی که میبینید که اینها تحت تاثیر فرم بیرونی حلقه چشم هستن و تقریبا میشه گفت شکلی که چشم شما داره تا حدودی بسته به این فرم حفره چشمی هست که در بخش بعدی قشنگ بهش میپردازه. و اگر ما باز همون نور قبلی رو اعمال کنیم حجم چشم به این شکل دیده میشه و
در کنار اینها استخوان گونه و بینی هم در کنار چشم قرار میگیرن و فرم چشم رو تکمیل میکنن. در نمای نیمرخ موقعیت چشم در جمجمه به این صورت هست و به این شکل دیده میشه و بعد اون ماهیچه حلقوی که بهتون نشون دادم در نمای روبرو هم اینجوری هست و در نهایت پوست صورت و موجه ها و ابرو هم اضافه کنیم این شکلی دیده میشه. نکته که توی طراحی باید توجه کنید این هست که پلک بالا و پایین در یک راستا قرار نمیگیرن و پلک پایینی یه مقدار نسبت به پلک بالا عقب‌تر هست و اگر بخوام حجم سه‌بعدی فضا چشم رو از کنار بهتون نشون بدم به این شکل دیده میشه و همینطور حجم بینی هم میاد در کنارش قرار میگیره و این شکلی هست که از چشم در نمای جانبی ما میبینیم. اولین چیزی که به عنوان جزئیات در چشم میخوام بهش اشاره کنم این زاویه چشم هست و این خطی که از گوشه داخلی به گوشه خارجی کشیده میشه و این زاویه رو مشخص میکنه. اگه این زاویه بالاتر باشه چشم آهویی و غیر غمزه‌ای میشه، اگر پایینتر باشه چهره ساده تر و مظلوم تر به نظر میاد. نکته بعدی خب سن و سال هست که بر اثر گذر زمان خب چروک میفته دور چشم و حالت پلک ها عوض میشه و اینا مسائلی هست که شما باید بهش توجه کنید تا سن مدلتون رو به خوبی بتونید نشون بدید. نکته بعدی که توی چهره خیلی تاثیر میذاره درشت بودن چشم و یا باریک بودن چشم هست که میشه گفت که ژنتیک هم توی این قضیه تاثیر داره و قومیت آدم ها میتونه فرم چشم ها رو عوض کنه. حالا یه چشمی با آدمی باشه، چشم های سیاه پوستا فرق داره. حالا میشه گفت که عرب های فرم خاصی داره چشم هاشون و این مسائل همش باعث میشه که شما بتونید قومیت یک آدم رو هم مشخص کنید. نکته بعدی که بسیار مهم هست حالات درونی انسان هست که روی چشم ها بسیار تأثیر میذاره و ترکیب چشم و ابرو و گونه این حالت ها رو بسیار تشدید میکنه. در هر کدوم از این تصاویر حالت چشم ها و ترکیب اینا باعث میشه که یه نفر اخمو، گریون، خندون به نظر برسه. و نکته دیگه زاویه سر هست که توی زاویه های مختلف چشم حالتش عوض میشه و فرمش متفاوت دیده میشه. و اینو باید تمرین کنید که بتونید چشم رو توی زاویه های مختلف بکشید. و آخرین نکته که میتونم بهش اشاره کنم که خطرناکترین نکته هم هست خماری چشمه که در باب این خماری چشم بسیار شعرها گفته شده و داستانها و چه شادیها و مصیبتهایی برای آدمها به وجود آورده در طول تاریخ و باید به خوبی بهش توجه بشه. خب من توی قسمت براتون یه سری طرح‌های مختلف از چشم میزنم، یه حالت تمرین طوری که شما ببینید چطور باید این تمرین چشم رو انجام بدید. از یه چشم ساده معمولی شروع میکنم و به جزئیاتی که بهتون گفتم توی قسمت قبل توجه میکنم و بر اساس اونا تفاوت‌ها رو توی کار ایجاد میکنم و سعی میکنم که با یه نور پردازی که از سمت راست بالا باشه حجم‌ها رو هم براتون مشخص کنم که ببینید جزئیات کار توی چشم‌های مختلف چجوری در میاد. اینجا هم حالا یه چشم بادامی رو هم کار میکنم و اگر که توجه کنید چشم بادامی اون خط بالای چشم رو ندارن و حالت یه پفی بالای پلک بالایشون هست و اون خط پلک بالایی یا خیلی جزئی دیده میشه یا اصلا دیده نمیشه.
توی این قسمت هم یه چشم با زاویه پایین، یعنی گوشه بیرونیش نسبت به گوشه درونی پایین تر باشه. این قسمت هم یه چشم آهویی و در تضاد با طرح‌های قبلی براتون اجرا میکنم. تو این طرح حالا سعی میکنم که به این نکته توجه کنم که وقتی چشم به یه طرف نگاه میکنه چه حالت براش پیش میاد و فرم پلک ها چجوری میشه. و توی این قسمت به جهت مخالف اشاره میکنم که اگر چشم به سمت گوشه بیرونی باشه وضعیت پلک ها چجوری میشه. توی این قسمت هم خواهید دید که اگر چشم به سمت پایین نگاه کنه پلک ها چجور میشه. معمولا پلک بالایی میاد به سمت پایین و پلک پایین هم یه ذره کمتر حرکت میکنه، خیلی پلک پایین حرکت نمیکنه و ابروها هم معمولا یه حرکت کوچیکی به سمت پایین دارن. در تحت تاثیر این حرکت چشم یه ذره ابرو هم حرکت میکنه. این قسمت هم نگاه به سمت بالا رو براتون اجرا میکنم و همونطور که توی طرح قبلی گفتم اینجا هم باز وقتی که چشم به سمت بالا نگاه میکنه یه خورده ابروها میرن بالا و پلک پایینی خیلی تکون نمیخوره و سر جای خودش میمونه و پلک بالا یه خورده فشرده میشه. و اینجا شما چشم رو در زاویه سرخ میبینید که اون ضخامت پلک بالایی و پایینی اینجا به خوبی دیده میشه و در قسمت بیرونی چشم ضخامت مشخص نخواهد. البته من همه اینها رو به صورت خیلی دقیق و با جزئیات کامل توی ویدیو دیگه حتما براتون ارائه خواهم داد. و آخرین طرحی هم که خواهید دید از این رخ هست که توضیحاتش رو با دیتیل براتون ارائه دادم. خب دوستان، امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. لطفاً منو توی دیده شدن این چنل و این ویدیوها و این آموزش ها منو یاری کنید و روز شما خوش.